داشتم همه سال بودن زمستون تا تابستون. بعد همزمان که اونا داشتم اینجا آفر بهم شد که این مغازه بغلیه رو یه گل فروشی بود که اینجا رو بگیرم و گروسریش کنم. مغازه بغلی کلام. بعد اون مغازه رو گرفتم و یک گروسری پرژن گروسری کوچولو درست کردیم که یه دونه یونیت بود. بعد از اونجا اومدم این دو تا مغازه رو بغلشون خریدیم. بعد اومدم اینو خریدم که این قسمتشو خریدیم، سه تا یونیت که بعد از اونجا موو کردیم اومدیم اینجا اونجارم بود. الان چند وقته که اینجا از سال 2003 اینجا. بعد وقت ساینتون توی این مدت چقدر تغییر کرده؟ اوکی، ساین ما چقدر؟ ساین ما اولی که بود دارم چیزی باشه. این عکس ساین قبلی ما که تو کتاب جغرافیای بچهای مدرسه هم هست. این ساین اولیه ما بوده که سوپر ارزان بوده، 24 ساعته بوده. یه ساین اون طرف داشتیم، یه ساین اینجا بوده، رو سر این مغازه بوده که نمیشه بوده کیترینگ غذا. و ساین اون به 2 زبان بوده، زبان فارسی و انگلیسی. بعد خیلی بیشتر مشتریای ما ایرانی هستن. مشتری خارجی هم داریم. درصدی بخوایم بگین چجوریه؟ مثلا 80% ایرانی هم 20% از ملیت‌های دیگه هستن. از این 20% چند درصد نزدیک مثلا عرب، پاکستانی فلان یا اینکه یه میکس خیلی چیزیه؟ اگر اونجوری بخوایم حساب بکنیم مثلا 70% ایرانی هست یا 65% ایرانی هست، 35%ش ملیت‌های دیگه هستن که خود کانادایی هستن، میدلیستا هستن، اینا که آسیایی ها هستن، چاینیز ها هستن، تقریبا از همه. فکر می‌کنی که این که ساینو به 2 زبون داریم بنفیتش این بوده که جذب کنین غیر ایرانی ها رو یا اینکه چون اصلا من که اومدم توی پلازا اسم پلازا رو من گذاشتم پلازای ایرانی ها. یعنی اولین عدی که من توی روزنامه گذاشتم برای تغییر مغازه میشتم سوپر ارزان در پلازای ایرانی ها. هنوز نه سوپر ارزانی وجود داشت، پلازای ایرانی ها. این بوده سوپر ارزان نداریم تو درستو، اصلا پلازای ایرانی ها نداریم. انقدر این اسم رو تکرار کردیم، انقدر روش تبلیغات کردیم پلازای ایرانی ها که دیگه الان دیگه همه جا میشناسنش. حتی تو هر جای توی اینترنت بزنی پلازای ایرانی 1000 تا براتون ویدیو میاد. بعد نشون میده که این سوپرمارکت بیشتر مال چه کامیونیتی هست که نشون میده مثلا این کامیونیتی پرژن کامیونیتیه و یا میدل ایسترن فود داره. بعد به زبان فارسی برای فارسی زبانا، به زبان انگلیسی برای انگلیسی زبانا و 24 hours چون ما بودیم ساین 24 hours داره. خیلی اینا به خصوص مثلا فارسی اینا که از ایران میان یا از کشورهای دیگه میان، مثلا خیلیشون از فرودگاه که مثلا میارن فامیلاشون میارنش بیاین بریم پلازای ایرانیان. قبل از اینکه ببرنشون خونه اول میان پلازای ایرانیان رو ببینن. خب اینجا ببینیم مثلا چی داریم چی نداریم. و بیشتر مثلا ایرانی‌ها ترجیح میدن مثلا یه جایی برن که ساین به چششون آشنا باشه، زبان فارسی باشه، حروف کلمات فارسی باشه، یه حالت چیزی حس میکنن، یه حالتی مثلا که اینجا رو میشناسن، این زبان رو میشناسن. آره یه حالت مثلا نوستالژی دارن. مثلا اینجا هر جایی میرن مثلا انگلیسی صحبت میکنن، یه منطقه توی پلازا میرن همه فارسی صحبت میکنن. خب فکر میکنن که یعنی اگه که دورتر بودیم ممکن فارسیتون کمتر باشه؟ مسلمه بله. که بیشتر آدمای دیگر جذب کنه. یه سوال دیگه که دارم، شما یکی از معروف مغازه‌ای هستین که خیلی proudly on display you have pictures of the royal family و خیلی معلومه که شما از ایدئولوژی کجا قرار دارید. یکم میخوام راجع به این بپرسم و اینکه نظرتون چیه راجع به اینی که با ساینجی که دارین، با فضایی که دارین که عکس بذارین نشون میدین زمینتون. اوکی.
عکسایی که ما گذاشتیم مردم خیلی دوست دارن این عکس‌ها رو. همه رو که مثلا مشتری‌ها که وارد مغازه میشن خیلی مثلا مثلا این عکس‌ها رو با خدای من شروع می‌کنن به عکس گرفتن، شروع می‌کنن به فیلم گرفتن و دوست دارن مردم عکس‌ها. ولی روز اولی که تصمیم گرفتین که این عکس رو بذارین هزیتیشنی بود یا ترسی بود؟ آره بود، خیلی گفتن نه اینا رو نذارین، مردم دیگه مشتریان نمیان اینجا، نمیان فلان بندون. ولی از زمانی که این عکس‌ها رو گذاشتیم خیلی مشتریامون بیشتر شده و مشتری خیلی، یعنی فکر می‌کنین ربط داره به هم دیگه؟ به هم ربط داره. یعنی من اسم می‌کنم از زمانی این عکس‌ها رو گذاشتیم مثلا یا پرچم ایران رو گذاشتیم، خیلی مثلا یه خانمی اومده و تا پرچم شروع کرد به گریه کردن. وای پرچم ایران، من پرچم از آمریکا اومده، وای این پرچم من 30 سال 40 سال ندیدم. خیلی مثلا برای مردم یه حالت ایموشنال داره، یه حالت نوستالژی داره. کی این تصمیم رو گرفتین که این عکس رو بذارین و پرچم بذارین؟ این چند وقته؟ خیلی سالش، شاید از 2008 2009. و هیچ اینسیدنتی وجود داشته توی این مدت؟ یعنی هیچ کی کار نیومده چیز خاصی بگه؟ نه. بعد نظر شما چیه نسبت به اینکه مثلا یه کسی طرفدار جمهوری اسلامی بود مثلا نداره باشه، آدم‌ها آزاده، هر کسی میتونه هر عقیده‌ای داشته باشه. از لانگ از اینکه به کسی صدمه نزنن مشکلی نداره. میخواید عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کسی میتونه نظریه‌های خودش رو داشته باشه. ولی مشتریای ما خیلی هاشون مثلا میان میگه ما فقط به خاطر این عکس‌ها میان، ما فقط این پرچمایی که زدیم خرید می‌کنیم. مثلا یه حالت مثلا خودمونی حس میکنن، یه حالت دوست داشتنی حس میکنن. خیلی مشتری‌ها چیزای خوب میگن. برگردیم به من این مانیتورام برام جالبه، اینا رو که این سال کردین و چی شدش که تصمیم گرفتین که یعنی پرو کان اینی که مانیتور داشته باشین اینجا چیه؟ منظورت منیو بورده؟ ولی مانیتوره مثلا این نیستش که چیز باشه استاتیک باشه ولی میتونن عوضش بکنن. آره بله اینا عوض میشه، خودشون هم دائم در حال عوض شدن میچرخن، دائم میچرخن، به جز اینکه ثابته بقیه میچرخن. نشون میده مثلا یه کمپانی ایرانی اومد گفت من یه پسر دانشگاهی اومد داشت پی اچ دی میگرفت، گفت من این کمپانی باز کردم که داریم روی چیز به نام میزپیز. I know actually. میزپیز. یه چند تا جوان دانشجو هم دارن پی اچ دی میگیرن. ما یه کمپانی درست کردیم، شما به ما کمک کنین، هم به ما کمک میکنین، هم که ما یه چیز خوب براتون. گفتم باشه بیاین درست کنیم و اینا رو همه رو اونا درست کردن. کل پروگرامش و اینا رو همه رو اومدن اینجا عکاس آوردن. غذا رو ما این غذا تمام غذاهای خودمونه، غذایی که روی اینجا هست، عکسایی که اینجا گرفته شده. تمام اومدن غذاها رو ما دیزاین کردیم، درست کردیم، اینا اومدن عکس گرفتن، بعد عکس‌ها رو بردن تو پروگرام و اینا گذاشتن. بعد فکر می‌کنین این همچین منیوی مثلا که الان همش انگلیسیه. یعنی مثلا فارسی ندیدم. این کمک می‌کنه به بیزنستون از نظر غیر ایرانی‌ها که ممکن آشنا نباشن. خیلی آره خیلی. تو ایرانی‌ها که میشناسن دیگه، قرمه سبزی رو هم اکثرا انگلیسی یعنی بلدن. تصمیم گرفته شد که اینو به انگلیسی بنویسین یا اینکه همینجوری اونا فقط انگلیسی زدن؟ نه برام جالبه این تصمیم. نه میتونستم فارسی هم بزنن. الان این منوی که ما اینجا داریم این همینا مثلا فارسی انگلیسی. این مثلا نشون میده هر غذایی مثلا به دو زبانه، هم فارسیشو نوشته مثلا این کوبیده است، این کباب جوجه رونه و انگلیسیش هم هست. ولی اینا رو به خاطر اینکه خیلی شلوغ نشه گفتیم انگلیسی بزنن. حالا اینایی هم که انگلیسی کسی بلد نباشه این منو رو بهش میدیم، این همینا مثلا تیوی 1 تیوی 2 تیوی 3 هست. و فکر میکنین که این حالا منهای غیر ایرانی ها کمک میکنه مثلا به سکند جنریشن هایی که شاید فارسیشون خوب نباشه یا خیلی مثلا پسر خود من فارسی بلد نیست، فارسی میفهمه ولی نمیتونه بخونه یا نمیتونه بنویسه، تازه اومده اینجا کار میکنه، تازه فارسی یاد میگیره. خیلی مثلا این براش مثلا خیلی راحت، چون اینجا به دنیا اومده این خیلی راحت تر براش. من فکر میکنم با توجه به اینکه جمعیت خیلی زیادی از ایران داریم، از کجا من میفهمم از اونجایی که میان مثلا دفترچه میگیرن، میان دفترچه برای گواهینامه میگیرن، کتابای چیزی که گواهینامه خیلی وحشتناک.
فروشون رو کتابا جلو کتاب مثلا از 100 نفر 95 نفرشون حتی رسیدشون رو نمیخوان. میگه آقا رسید، میگه نمیخوام، بنزش کار نمیکنم. خیلی مثلا جالبه برای من. موضوع اولی که مغازه رو مثلا ما باز کرده بودیم، مشتری مثلا رسید دست من خواهد می‌زد، بدین رسید من ببینم. خب ولی الان با توجه به اینکه مثلا سال‌هاست ما نزدیک 22 سال اینجا هستیم، خیلی مردم تراستشون به این مغازه زیاده. و فکر می‌کنید نقش word of mouth در این خیلی تاثیر گذاشته یا کار دیگه‌ای که کرده؟ اونم هست. word of mouth خیلی 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 مهمه. چون فکر کنید مثلا شما مثلا میاد اینجا خرید میکنید، میدونید مثلا کاستومر سرویس اینجا خیلی خوب، میری به دوستاتون میگه آره من رفتم سوپر ارزان خیلی کاستومر سرویس خوبی داشت، خیلی مثلا قیمتاش خوب بود، جنساش خوب بود. سعی میکنیم مثلا جنس خوب به مردم بدیم و کاستومر سرویس خیلی با احترام با مردم رفتار کنیم. مثلا یکی از چیزایی که راجع به مغازه خیلی مردم راجعش میگن رسپکت امپلویش نسبت به مردم. خیلی با رسپکت با مردم صحبت میکنن، خیلی مثلا آخری است خوب با مردم صحبت میکنن. اینا چیزاییه که علاوه بر ساین در پیشرفت مغازه هم خیلی مهم بود. ساله که این بیزنس رو داریم. بعد شروع کارمون با این شعبه بوده و اولین شعبه ما اینجا بوده. بعد از این شعبه‌های دیگر رو دقیقاً استفاده کردیم under name of همین بیبی کافه. بیبی کافه که در حقیقت اسم انگلیسیش گذاشتیم و اسم فارسیش هم شیرینی بیبی هست. بیزنس ما کلاً مربوط میشه به شیرینی، کیک و کافه استایل هستیم که کافی و چای سرو میکنیم. بعد از چقدر طول کشید که بعد یعنی اینجا شما 14 سال تو این لوکیشن هستیم و یه جوری کار خیلی گسترشتونه؟ شعبه دوممون 8 سال پیش بود، در ریچموند هیل هست، در قسمت داونتاون ریچموند هیل. بعد شعبه سوممون در حقیقت بالاتر رفتیم به شهر نیو مارکت. شعبه بعدیمون توی توبیکو هست. یعنی در حقیقت GTA رو حدوداً کاور کردیم و الان دو شعبه در امریکا هست. و نقش ساینتون فرق میکنه بستگی به چه محله‌ای هست؟ مسلماً اینجا خوب شناخته تر شده هستیم به عنوان بیزنس ایرانی تو محله ایرانی، ولی مثلا توبیکو جامعه ایرانیش خیلی کوچیک‌تره. درسته. اینجا شاید ما تقریباً شاید 5% کاستمرامون ایرانی باشن، ولی توبیکو که میریم که توبیکو لیک شور هستیم اونجا شاید 95% ما فقط غیر ایرانی باشیم. این در حقیقت اختلافیه که بین کاستمرامون هست. ما ساینمون دو تا در حقیقت بود داره. یکی شیرینی بیبی هست که به صورت فارسی نوشته شده، یکی بیبی کافه هست که انگلیسی نوشته شده. این نسکافه هست
با توجه به جامون و محلمون در حقیقت اون قسمت رو بزرگترش کردیم. مثلا اینجا اگر دقت کنید شیرینی بیبی بزرگتره و بیبی کافه نوشتهش کوچیک‌تر شده، ولی هر دوتا رو داریم. ولی تو برین می‌بینید روی در حقیقت قسمت انگلیسی بیبی کافهش بزرگتر شده. و به نظر شما خب یه چیزی که برای من جالبه اینه که خب بیبی یه برند شناخته شده تو ایران هم هست، حالا نمیدونم کانکشنی دارین یا نه. و اینی که این شناخته شدگی از ایران به نظر شما به اینی که مردم پاشونو بذارن توی مغازه روز اول کمک کرده؟ حقیقت اینه که مسئله اسم گذاری در حال حاضر در تورنتو بیشتر ناستالیژیکه و به خصوص شیرینی رو اگر هیستوری شما نگاه کنیم در تورنتو رو حالا صحبت کنیم، تمامی مغازه‌هایی که ما داریم اینجا همه اسامی قدیمی شیرینی فروشی‌های ایران بودن. یعنی الان طبیعتاً خیلی شیرینی فروشی و یا کافه‌هایی داریم و خیلی معروف هستن ایران و خیلی هم فروششون بالاست و مردم هم خیلی خوب میشناسن، ولی هیچ کسی در حقیقت حتی بیزنس جدید شیرینی هم بزنه اون اسامی رو با توجه به معروف بودنشون باز انتخاب نمی‌کنه، چون یه مقداری حس قدیمی و حس به حساب ناستالژیک بودن مسئله برمیگرده روی اینکه اسامی قدیمیه. نگاه کنید همکنون اکثرا همه اسمای قدیمی شیرینی‌فروشی‌های ایرانی هست که داشتن. ما طبیعتاً اولش شروع کردیم به اینکه این حس رو داشته باشیم. الان هم اتفاقاً همین مسئله رو خیلی عجیبه که ما اینجا داریم. مثلا شما اینجا بیاین شیرینی‌های خیلی جدید داریم میزنیم، شیرینی‌های خیلی فرنچ میزنیم، ولی کن چیزی که خیلی در حقیقت روش مردم اصرار دارن و خرید خیلی بالایی میکنن شیرینی خیلی قدیمی مثل شیرینی زبونه که تو ایران الان شیرینی زبون شما برین یه جایی بخواین خیلی میخندن یا اینکه کم هست یا خیلی طرفدار کم داره، ولی اینجا یکی از پرفروش‌ترین شیرینی‌های ما شیرینی‌های قدیمی هستش که مردم از قدیم استفاده میکنن. مثلا اسم گذاری هم به همین صورت بوده که در حقیقت دنبال این که یک اسمی باشه که مردم از قدیم یه شناختی دارن و یک ایده‌ای دارن، یک فکری دارن. که استایلیستان بیشتر با توجه به شغل‌ها استایلیستان رو می‌بریم به اون چیزی که بیشتر روز هست. یعنی هر جایی که باز کردین هر چی که اون موقع مطلوب بوده انجام بوده و نیستش که برگردین هم برای یونیفرم بکنین؟ خب اون یه آیدیاییه که در آینده احتمالاً روش فکر میشه، ولی الان در حال حاضر برای در حداقل میتونم بگم در جامعه خودمون در کمیته ایرانی‌ها کاملا شناخته شده هستیم. داریم هدفمون میذاریم برای این اساس که توی جامعه خارجی بیشتر کار کنیم که اون رو بیشتر بشناسن. بر اون اساس روی کیس بیبی کافه داریم خیلی بیشتر کار میکنیم و الان مردم اکثرا ما رو به اسم بیبی کافه میشناسن و در حقیقت شیرینی بیبی که ایرانی‌ها تکرار میکردن کم کم جاش رو داده به بیبی کافه. بعد استراتژیتون واسه این تبلیغات چیه؟ همین که خدمتتون گفتم. نه این مثلا تو روزنامه تبلیغ چاپ می‌کنین که تو آنلاین، یعنی می‌خوام برام جالبه که بدونم که در کنار اینکه شاید از ساین استفاده می‌کنین چه روش‌های دیگه مشتری جدید می‌خواید جلب کنید؟ ما توی شروع کار طبیعتاً با روزنامه‌های ایرانی و تلویزیون‌های ایرانی همکاری داشتیم، ولی بعد از مدتی که چند سالی گذشت و جا افتاد و الان میشناسیم ضرورتی نمی‌بینیم که توی کمیته ایرانی بخواهیم تبلیغ داشته باشیم. بخاطر همین سال هاست که کمیته ایرانی ما رو میشناسن و بعد کافی اوکی هستیم که بیزنس رو بتونیم راه کنیم. هدفمون رو گذاشتیم روی کامیونیتی خارجی و اونم بیشتر روی وبسایت‌ها و نمی‌دونم فضای مجازی. بعد
اینی که دارین الان مشتری بیشتر غیر ایرانی جذب میکنین روی تولید محصولات مختلفتون هم تاثیر گذاشته؟ 100%. چون تولیدی که نیازمندی خارجی رو برآورده کنه و تولیدی که نیازمندی خودمون برآورده کنه تو کامیونیتی ایرانی کاملا متفاوته. بعد یه سری تولیدهای جدید داریم. یکی از چیزایی که ما روش خیلی در حقیقت فیمس هستیم و مشتری میخواد کیک‌های ما که سعی کردیم که علاوه بر اینکه تست کیک‌های خودمون رو داشته باشیم با توجه به اینکه تو جامعه کامیونیتی خارجی رو داریم کار می‌کنیم تستایی که اونم دوست دارم با اون کیک‌های جدیدمون ارائه بدیم به مشتری. بعد محصولاتی که دارین که شعبه‌های مختلف به همین نسبت فرق می‌کنه یا اینی که نه؟ بیس کلی کارمون یکیه منتها ترکیبمون رو بعضی چیزا تو شعبه‌های مختلف فرق می‌کنه. مثلا اینجوری که شما در این شعبه شیرینی رو به صورت بالک می‌بینید و مردم بالک می‌پسندن و کامیونیتی ما کیلویی در حقیقت خرید می‌کنن، طبیعتاً تو شعبه لکشورمون این نخواهد بود. اینجوری که مردم تو کامیونیتی ما دنبال شیرینی زبون که خدمتتون گفتم هستن اونجا نخواهد بود. ما به خاطر همین توی اونجا بیشتر سعی کردیم برای به صورت ایندیویدوال کار بکنیم و به صورت ایندیویدوال جنس‌ها رو آماده بکنیم برای فروش بیشتر. بعد چیزای جدید عرضه می‌کنیم که حالا جامعه غیر ایرانی و also شاید second generation, third generation Iranians که اون نوستالژیا واسهشون معنی نمیده، right؟ چالنجایی که این دوالیتی داره چیه؟ پروداکشن یکی از چیزای مهمه چون شما وقتی که یه تیپ کار میکنین به صورت بالک حالا خدمتتون ازم به صورت بالک کامیونیتی میخواد اینجا فروش کنه وقتی میرین روی ایندیویدوال کار دیزاینش متفاوت تر از اینه یه مقدار پروداکشن برای ما این وسط چالش داره و پروداکشن طبیعتاً یکی از بزرگترین چالش‌های ما هست که با توجه به همه جنس‌ها رو خودمون تهیه می‌کنیم یه مقداری مسئله است که باید این مسئله رو به صورتی حل کنیم هم بتونیم اون مسئله رو حلش کنیم هم بتونیم اینجا رو نگه داریم هر جای دنیا باشیم اون ایرانی بودن خودمون رو و اون حس ایرانی بودن رو می‌خوایم داشته باشیم فکر نکنم برسیم به جایی که بگیم خیلی خوب کامیونیتی یعنی میتونیم برسیم به جایی که بگیم خیلی خوب کامیونیتی ایرانی رو پخش می‌کنیم فقط رو خارجی کار می‌کنیم که من اون آرمان و فکر رو ندارم که این سیستم رو قطع کنم بگم خیلی خوب الان برای من مثلا راحت‌تر تو خارجی کار کردن و برم اون کار رو بکنم 100% برنامه کاری این خواهد بود که کامیونیتی خودمون رو داشته باشیم و روی این کامیونیتی که داریم کار میکنیم نیازاشو برطرف کنیم. Signage for sure is important. For example, when you look at the signage and the history of signage, you find out, for example, for a big business like McDonald's, they're going to start with McDonald's, and after all, right now, everywhere you have only M. And if you write M like this, you don't mean that this is McDonald's, but everybody in their mind, this is McDonald's. Yeah. Signage is very important for sure. و شما احساس کنید بیبی شما هم داره تبدیل میشه به یه همچین چیزی به جامعه ایرانی. در آینده یه همچین ایده‌ای داریم ما که روی این کار کنیم به خاطر همین هم در اسپشیال برای دوستانی صحبت می‌کنیم شیرینی بیبی کم اومده روی بیبی کافه الان بیبی کافه اومده روی ساین بیبی و حتی ما با دیزاینر کار کردیم و یه فکری کردیم حالا داریم کار میکنیم شاید بیبی رو یه بیبی بنویسیم که خود نوشته بیبیش یه آیدیایی از بیبی نوشتن فارسی داشته باشه یعنی مشتری نگاه میکنه هم بیبی انگلیسی ببینه هم بیبی فارسی ببینه یعنی حتی توی این مایه ها هم داریم با کار میکنیم در چند سال آینده اگر موفقیت آمیز باشه این هم حتی تو ذهنمون هست که هم مشتری ایرانی رو بیبی بخونه هم مشتری خارجی بیبی بخونه
100% چیز پر اهمیتی خواهد بود. وقتی که یه بیزنس بزرگ